هیچ کس فکر نکند که پارلمان تاجیکستان یک نهاد علاهیده است و از حکومت فرق دارد یا از دیگر قشر فرق دارد. تمام پرابلم هایی که در جامعه هست در پارلمان هم هست. همون وضعیتی که در مجموع در کشور هست در پارلمان هم همون وضعیت هست. چقدر آزادی در کشور هست همون قدر آزادی در پارلمان است. چقدر محدودیت در کشور هست همون قدر محدودیت در پارلمان هست. ما دو نفریم در پارلمان از حزب نهضت، من و معاونم سید عمر حسینی. حزب کمونیست هم دو نفر، اگراری هم دو نفر. برای که هیچ که خفه نشد دو نفری هممون جا داریم. اکثریت حزب خلق دموکراتی دارد در پارلمان. ولی یک چیز رو باید به نظر بگیریم. مسئولین ما اون کسانی که در مقامات کار میکنن، فرق نداره در کجا کار میکنن، در رئیس جماعت، حتی معلم مکتب هست، دکتر هست، دپوتات، وزیر، هر کی هست، متاسفانه ما یک دو استاندارد داریم، دو حیات داریم، دو طرز زندگی داریم. سحر که گالستوکا رو پوشیدیم و شیم کاسما پوشیدیم، در ماشین سوار شدیم، تبدیل میشیم به یک منصبدار چینوونیک، به یک آدم رسمی. وقتی که اومدیم خانه با اینا رو کشیدیم میپوشیم همون لباسای خانگیمون، تاقیرا میمونیم، سر یک پیاده چوب در بالای کورپاچه میشینیم، بازدن کدام تبدیل میشیم به یک تاجیک عادی قشلاقی با هم شکر آخری و با هم دست قطی خوردن. ما از ساعت 8 تا 5 یک زندگی دیگر داریم، یک образ жизни رسمی داریم، حتی تفکرمون دیگر میشود. ولی وقتی که از اداره برو اومدیم تبدیل میشیم به یک مسلمان، یک تاجیک، میرن اوشی نهار فاتحه میکنن، جنازه. تاجیک عادی است دیگر و همش هم تاجیک عادی هستن. این صحبت رو من برای چی میکنم که پسیخولوژی رو فهمید. نه همه قانونی که در اونجا قبول کرده می شود اونا خودشون دوست می‌دارن. همچون تاجیک مسلمان خودش تصور میکند که پگه من معرکه میرم، پگه آش نهار میرم، خدایی میرم، پگه توی دارم خودم مهمان باید دعوت کنم. و هم زورش میبیاد و هم فکر میکند. چون چندین نفرش میدونم که بعدی هم قانونی که قبول کردیم درباره تنظیم معرکه خودش رفتم گفتم جورا اخی چه شدیم. من مخالفت کردم، خدا طرفدار قانون بودی. حاضر مهمونات از 300 نفر زیاد. خب میگه چیکار کنم؟ خیر رسم این است. تاجیک خیر مرده که از دهنی در گردونده نشود. هم اولاد خودش 300 نفر است. از مهمون و همکار فیراد نکند. اگر در وقتی که قانون قبول میکند و چینوونیک است، مسئول دولتی است، وقتی که از پارلمان بیرون میرد خانهش میرد یک تاجیک عادی، یک مسلمان است که معرکه دارد، توی دارد. مشکلی ما از لحاظ پسیخولوژی انمی دوینای ژیزن است، دوینای استاندارد هست که ما نمیتونیم خودمون ادپتاسیون کنیم. گاه کارمندی دولتیم، گاه کارمندی مثلا تاجیک عادی. دیگر ملت‌های خیلی نیستند و یک زندگی دارد. 24 ساعت یک آدم است، یک انسان است. یک مثلا بگیریم ژاپنی مسیحی است، نمیدونم چی است، او زندگیش با یک مرام میرود، خودش فریب نمیکند، تضاد داخلی وجدانی ندارد. اینا در پسیخولوژی یک نام دیگر میگن ونوترنه. در درونت مبارزه هست. عقلت با دلت همیشه در مبارزه هست. دل مسلمان است و تاجیک است، عقل میگه که تو منصبداری پگای وظیفه که میگیرن تا شور شو.